السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز رادیو حریت به برنامه آگاهی خوش آمدید. امیدوار هستم که در هر جایی هستین صحتمند و سلامت باشین و در حفظ و پناه پروردگار قرار داشته باشین. خوشحال هستیم که الله متعال بر ما توفیق داد که یکی از برنامه‌های دیگر آگاهی در خدمت شما شنوندگان عزیز قرار بگیریم. در برنامه قبلی در مورد تقریب یا غرب گرایی بود که تقریب یا به سوی غرب کشاندن و تشویق و ترغیب مردم به فرهنگ غربی یکی از وسایل رویارویی غیر مسلمانان با مسلمانان بوده است که ما در مورد او تا حد توان تلاش کردیم که شما شنوندگان عزیز درست و دقیق او را فهمیده باشید و همچنان سپاسگزار هستم از اینکه برنامه آگاهی را شما تعقیب میکنین و امیدوار هستم که تا پای برنامه ما را همراهی کنید. برنامه آگاهی نسیم بیداری است که به روز دوشنبه ساعت 5 بعد از عصر از رادیو حریت نشر می شود. ما در این برنامه موضوعات مختلف فکری، سیاسی و دینی را به بحث خواهیم گرفت. موضوع بحث امروزی ما یک مسئله مهمی هست که کمتر تمرکز صورت گرفته و بیشتر متوجه او نبودیم. بدون شک جنگ‌ها در زمانهای مختلف در مراحل مختلف از قبیل جنگ‌های نظامی، جنگ‌های اقتصادی، جنگ‌های سیاسی صورت گرفته. با همه این جنگ‌ها ما آشنایی داریم. اما آن چیزی که امروز می‌خواهیم در مورد او بحث بکنیم و او بدون شک یکی از وسایل بنان اکثر ما و شما با انواع مختلف جنگ‌ها یا رویارویی‌ها آشنا هستیم. وقتی ما زمان جنگ میگیم یا پیکار و رویارویی میگیم دقیقاً جنگ‌های نظامی، گرفتن اسلحه و به اصطلاح جبهه‌گیری ها به ذهن ما میآید. اما آن چیزی که اکثرا فراموش شده و بیشترین مورد استفاده قرار گرفته و یکی از روش‌های بزانو در آوردن و تسلط بر دشمن است، بدون شک جنگ فکری که همانا عملیات روانی یا جنگ روانی نیز گفته می شود است و کارایی او و تأثیر او به مراتب بیشتر از جنگ‌های نظامی و فیزیکی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم از هنگام ابتدای بعثت هدف شدیدترین حملات روانی و تبلیغاتی کفار قرار می گرفتند و حضرت صلی الله علیه و سلم نیز با حفظ اصول اخلاقی و انسانی و اسلامی بهترین تاکتیک های جنگ روانی یا فکری را در دو بعد روحیه تقویت روحیه رزمندگان اسلام و بعد تزویه روحیه دشمنان اسلام تأسیس کرد و فعالیت میکرد. با پیشرفت جوامع و پیچیده‌تر شدن شکل‌های نبرد، جنگ روانی هم بیشتر از جنگ‌های نظامی اهمیت پیدا کرد و جزئی از فعالیت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی و اجتماعی اکثر کشورها قرار گرفته است، خاصتاً کشورهای غربی. امروزه بخش مهمی از فعالیت‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و تبلیغاتی کشورهای استعماری و استکباری در خدمت عملیات جنگ روانی با مردم کشورهایی که اونها مورد هدف هستند قرار دارد که غرض عمده اونها از این مصارف در جنگ روانی تسلط پنهانی و غیر ملموس بر افراد مورد نظر هست و برای دستیابی به این اهداف اساسی بر دو امر مهم تاکید دارند که امر اولی است القای یأس و ناامیدی و امر دومی هم ایجاد رعب و وحشت. این دو مورد را همیشه کشورهای غربی و کسانی که بر جنگ روانی تلاش میکنن این دو مورد را متوجه هستند و با همین دو مورد میخواهند که آهسته آهسته بالای او افرادی که مورد نظرشان است و
کشورهایی که از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ کشورهایی که از لحاظ مختلف تحت هجمه های اینها قرار داره، اینها را بالای اینها تسلط پیدا بکنه. اگرچه جنگ‌های روانی دارای روش‌ها و انواع مختلفی هست، از جمله ایجاد شایعه و به منظور ایجاد بدبینی نسبت به مسئولین کشورها، افزایش نگرانی و اضطراب در مردم، ترور شخصیت مسئولین، از بین بردن باورها، ایجاد فضای ناسالم اجتماعی، ایجاد تفرقه در میان مردم، تحریف واقعیت‌ها، اغراق و مبالغه، تفرقه، فریب و همچنان سایر موارد، مهمترین را میتوان از جمله اهداف اساسی جنگ روانی نامید. اما آن چیزی که مهم است که مهمترین راه‌های مقابله با این جنگ که کارایی جنگ روانی به تجربه ثابت شده و بیشتر در زمان حاضر هم وقتی ما متوجه میشیم اکثرا جبهه‌های نظامی را مردم ترک گفتند، دشمنای اسلام و مسلمین جبهه‌های نظامی را و جبهه‌های فکری ترک گفتند، چون که همیشه در سطح جنگ نظامی اونها بالاخره نتیجه خود را به دست آوردن که همیشه نتیجهشان شکست بوده. بنان اونها آهسته آهسته از جنگ نظامی به سوی جنگ روانی عقب نشینی کردن و متاسفانه در جوامع اسلامی بیشتر مردم متوجه این جنگ نمیشن و ناخودآگاه بدون این که متوجه شوند در تحت عملیات روانی قرار میگیرن و روانشان و بر روان آنها تسلط پیدا میکنن و بر اساس خواسته های کسانی که بر اینها تسلط پیدا کردن، بر اساس همو خواسته ها بالای اینها توسط اینها اهداف به دست می آید. اما مهمترین راه های مقابله با جنگ روانی در جوامع اسلامی ما چند مورد خاص را می توانیم یاد بکنیم که زمان انسان مسلمان متوجه این نکات می شود. دقیقاً میتونه که در برابر جنگ روانی خود را، جامعه را و حتی نظام را از شر مکرها و تدبیرهایی که در نظر است نگاه بکنه. اولین مورد اتکال یا توکل به خداوند تبارک و تعالی هست. مورد دوم را هم میتونیم بگوییم که بصیرت در شناخت دشمن و راههای مقابله با دشمنان است. همچنان مورد سوم خودباوری و بازگشت به هویت دینی خویش. چهارم کنترل جبهه داخلی و ایجاد هماهنگی بین آنان. مورد پنجم ایجاد دوستی و همبستگی بین افراد جامعه و مورد ششم رواج فرهنگ راستگویی و پرهیز از دروغ. مورد هفتم بهره‌گیری از ابزارها و توانمندی‌های داخلی در جهت عزت و اقتدار اسلامی و مورد هشتم آموزش شهروندان به گونه‌ای که بتوانیم بین حقیقت و تبلیغات تفاوت قائل شویم و همچنان مورد نهم شناخت نقاط ضعف دشمن و مورد دهم فعالیت علنی و رویارویی با دشمن و دفاع از ارزش‌ها. بدون شک این 10 مورد را وقتی که ما متوجه شویم و تلاش بکنیم که خود را و جامعه خود را با همین 10 مورد آراسته بسازیم، بدون شک جامعه ما به سوی کامیابی در جنگ روانی یا عملیات روانی یا هم جنگ فکری انشاءالله به کامیابی میرسه و در این جبهه هم پیروز خواهد شد. البته موردی را که میخواهیم در قسمت جنگ روانی یادآوری بکنیم است که مبارزه صحیح و مؤثر با هر پدیده متوقف بر شناخت دقیق او است و البته شناخت دقیق همه ابعاد و اشکال جنگ روانی یک کار تخصصی و وسیع است و بدون شک در این برنامه گنجایش نداره، ولی به صورت اختصار میخواهیم بگوییم که چنانچه قبلا هم یادآور شدیم یکی از روش‌های معمول و مروج به خاطر زانو در آوردن و تسلط بر دشمن در زمان حاضر و حتی در گذشته ها هم جنگ روانی بوده و هست که بدون شک کارایی و تأثیر او به مراتب از جنگ‌های نظامی و فیزیکی بالاتر است.
این شیوه مانند دیگر شکل‌های نبرد از دیر بازی در بین جوامع و اقوام و ملت‌های مختلف اعم از مؤمن و کافر رایج بوده و هر قدرتی سعی در استفاده از او در مقابله با دشمن داشته است. شنوندگان عزیز برنامه آگاهی، در این قسمت یک میان برنامه داریم و دوباره برمیگردیم. امیدوار هستم که بعد از وقفه هم ما را همراهی کنید. می‌دانیم که به آگاهی اهمیت می‌دهید و درباره دانش فکری و معاصر سوالات زیاد در ذهن دارید. ما برایتان برنامه‌ای تنظیم نموده‌ایم که به کمک آن می‌توانید بسیاری از پاسخ‌های خیش را دریابید. امیدواریم آگاهی بخش جدایی ناپذیر دانشتان باشد. برنامه آگاهی دوشنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر، تکرار آن را پنجشنبه ها ساعت 10 قبل از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید. الله جل جلاله فرمایی میرمنو سره ښه ژوند وکړئ، وعاشروهن بالمعروف. ابن کثیر رحمه الله لیکي یعنی خوږې خبرې ورته کوئ او ښه چلند ورسره کوئ او له خپل وس سره سم دوی سره ښې کړنې کوئ، او لکه څنګه چې تاسو هغوی نه غواړئ چې ځانونه درته ښایسته کړي، تاسو هم هغوی ته ځانونه ښایسته کوئ. حریت رادیو 88.5 FM. دو کسان چې خپلو کې د الله جل جلاله لپاره مینه سره لري، د دوی په منځ کې په خفګان راوستلو شیطان دومره خوشحالیږي څومره چې له جنته د آدم علیه السلام په ایستلو خوشحاله شوی و. حریت رادیو 88.5 FM. که دینی سوال لرئ او نه پوهیږئ چې لا چای وپوښتئ، نو هیڅ تشویش ونه کړئ. د حریت رادیو تناوش خپرونه ستاسو سوالونه دینی عالمانو سره شریکوي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تناوش د شنبه په ورځو مازدیګر 15 بجې او تکراری یک شنبه مازدیګر 15 بجې له حریت څخه 88.5 FM. با وسیع‌تر شدن دایره جدل فکری و گسترش میدانهای آن، به سادگی متوجه سخنان و ادعاهایی میشویم که همراه با این درگیری‌های فکری پی در پی تکرار میشوند. اکثراً در هنگامی که کتاب میخوانیم یا روزنامه را ورق میزنیم یا سایت اینترنتی را بررسی مینماییم، با مطالب و گفتارهای برخورد میکنیم که با متون شرعی در تعارض کامل است. اما عجیب آن است که نویسنده این گونه مطالب معتقد است که نظریاتش مخالفت با متون و نصوص شرعی ندارد. برای رسوا کردن این روش‌ها و برداشتن نقاب از چنین افکار، برنامه آوردگاه را شنبه‌ها ساعت 6 بعد از ظهر، تکرار آن را سه شنبه‌ها ساعت 7:10 قبل از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید. آوردگاه
دریچه جدید برای نگرستن به حقیقت در مباحث فکری و سیاسی. ژوند او اقتصاد. د غوره اقتصاد لارې چارې ستاسو په ژوند کې مثبت اقتصادي بدلون، د هیواد د سوداګرۍ او صنعت روان حالات، اقتصادي برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې، خدمتونه او پرمختګونه، دا ټول د ژوند او اقتصاد خبرونه کې. دا خبرونه هر یک شنبه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې، تکرار یې هر پنج شنبه په همدې وخت له حریت رادیو څخه په 8.5 صفو اوریدلی شئ. می‌دانیم که به آگاهی اهمیت می‌دهید و درباره دانش فکری و معاصر سوالات زیاد در ذهن دارید. ما برایتان برنامه‌ای تنظیم نموده‌ایم که به کمک آن می‌توانید بسیاری از پاسخ‌های خویش را دریابید. امیدواریم آگاهی بخش جدایی ناپذیر دانشتان باشد. برنامه آگاهی دوشنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر، تکرار آن را پنجشنبه ها ساعت 10 قبل از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید. با عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه آگاهی. اینک میپردازیم به ادامه مطلب خود در مورد جنگ روانی. بنان اصل جنگ و نبرد روانی خود به خود ناپسند و مذموم نیست، بلکه اگر در خدمت ظلم و استعمار انسانها قرار بگیره و یا از شیوه های غیر اخلاقی و غیر انسانی بهره گرفته شود ناپسند و محکوم است. در اسلام هم رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدای بعثت هدف شدیدترین هجمه‌های روانی و تبلیغاتی کفار قرار گرفتند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم نیز بهترین تکتیک ها را در برابر همه هجمه‌ها و تبلیغات کفار در دو بعد ایجاد کردند. یک بعد تقویت روحیه رزمندگان اسلام، کسانی که به خاطر اسلام مبارزه می‌کردند، مسلمان بودند، همیشه تلاش می‌کردند تا روحیه اونها را مورد تقویت قرار بدن، و از سوی دیگر تضعیف روحیه، تلاش می‌کردند تا روحیه دشمنان اسلام تضعیف شود تا نتوانند در برابر مسلمان‌ها قد علم بکنن و مقاومت بکنن. و لازم به یادآوری است که هیچ یک از این دو مورد، تقویه روحیه مسلمان ها و تضعیف روحیه دشمنان، منافی اصول اخلاقی انسانی و اسلامی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم با توجه به اینکه می‌دانستند مسلمانان از رومیان بیمناک هستند، چون رومی ها یک امپراتوری بزرگ بودند و مسلمان ها یک دولت نو تأسیس و نوپا، بران پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر تقویه روحیه مسلمان ها گاهی یک دسته از لشکرهای اسلام را برای یک سلسله انجام یک سلسله فعالیت ها یا عملیات ها به مرزهای روم میفرستادند و با این کار برای مسلمان ها اینی انگیزه را میدادند که رومی ها هم آسیب پذیر هستند و قابلیت شکست را دارند. و همچنان مورد دیگر را هم میتونیم بگوییم که در شب فتح مکه وقتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم دستور دادند که لشکریان اسلام آتش فراوان را در ارتفاعات روشن بکنند، منظورشان از این کاری بود که روحیه دشمن از بین بره و دشمن تصور بکنه که تعداد مسلمان ها به حد زیاد است که احتمال شکستشان وجود نداره. همچنان
مسلمانان هنگام برخورد با نیروهای دشمن یک سلسله شعارهای کوبنده و مخصوص به خود را داشتند که این باعث میشد که هم باعث شناخت خود مسلمان ها شود و خود را از غیر خود بشناسند و همچنان موجب تضعیف روحیه دشمنان شود. مثلا شعارهای مانند احد یا شعار الله اکبر که اکثرا در نبردها مورد استفاده قرار گرفته میشه و این باعث میشه که دشمن شکست بخورد، تضعیف روحیه شود، نمونه از اتحاد و اتفاق و همدلی مسلمان ها ابراز شود. و همچنان در غزوه خندق هم پیامبر صلی الله علیه و سلم یک فرد را به داخل قوم یهود میفرسته تا اونها را از ادامه جنگ با مسلمانان منصرف بسازد. و همچنان سست کردن اطمینان دشمن در کسب پیروزی و ترساندن و وارد کردن فشار روحی بخشی از روش‌های تکتیکی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و اصحاب ایشان در بعد جنگ روانی در صدر اسلام بود. دشمنان اسلام نیز در موارد مختلف مقابله با اسلام از جنگ روانی استفاده می‌کردند. مثلا در جنگ احد مشرکان برای در هم شکستن روحیه سپاه اسلام و تضعیف روحیه مجاهدین به دروغ فریاد سر زدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم کشته شده است. قرآن کریم به کار گرفتن حیله جنگ روانی توسط منافقان را هم بیان کرده، چنانچه الله متعال می‌فرماید چون منافقان با اهل ایمان برخورد کنند میگویند ما ایمان آورده ایم و چون با شیطانهای خود خلوت کنند میگویند ما در باطن با شماییم، جز این که مؤمنان را استهزا میکنیم. همچنان در جنگ جهانی اول تبلیغات به عنوان وسیله در راستای جنگ روانی مورد استفاده قرار می گرفت. آنها برای توجیه اعمال ناپسند و افکار عمومی کشورها را به بیراهه کشانده و فریب می دادند و این امر در طی جنگ جهانی دوم چنان اهمیت برخوردار شد که طرفین جنگ در بکار بستن آن به رقابت برخاستند، به گونه‌ای که جنگ روانی در موارد بیش از جنگ نظامی اهمیت پیدا کرد و جزئی از فعالیت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی و همچنان اجتماعی کشورها قرار گرفت. و امروزه نیز بخش مهم از فعالیت‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و تبلیغاتی کشورها در خدمت عملیات جنگ روانی با مردم کشورهای مورد هدف است. این فعالیت‌ها تحت پوشش سازمان‌های اطلاعاتی در سطح ملی و بین المللی دارای کارکردهای گوناگون است و هدف عمده آنها تحریف عقاید است، بی‌اعتبار کردن انگیزه هاست، تخریب و تضعیف روحیه حریف و کاستن از اقتدار حکومت مخالف یا و کاستن تضعیف روحیه حریف است، کاستن از اقتدار حکومت است یا تغییر در نگرش و تصمیم آنهاست و که همه اینها در مجموع در نهایت باعث تسلط پنهانی و غیر ملموس بر افراد مورد نظر است و برای دستیابی به این هدف اساسی بر دو امر همیشه تاکید شده، چنانچه قبلا هم اشاره کردیم. اول موردش القای یأس و ناامیدی است. در شرایطی که فرد مصمم به تحقق شرایط مطلوب و مورد انتظار است، اگر در کوشش خود به هر دلیل موفق نشه و این مسئله تکرار شود که باعث خواهد شد که فرد در این حالت دچار یک بحران روحی و روانی میشه و این حالت با درماندگی و واماندگی همراه می شود و در این وضعیت با سعی میشه تا با ارائه شرایط نامطلوب فرد از ادامه کار برای دستیابی به هدفهای خود و با ارائه شرایط نامطلوب فرد را از ادامه کار و همچنان برای دستیابی به هدف خود باز می‌دارند و اعتماد به نفس او را سلب کرده و یأس و ناامیدی را به او القا می‌کنند. یعنی اینکه گونه شرایط را برشان فراهم می‌کنند که گویا بگویند که شما دیگر امید برای آینده نیست، دیگر کامیابی نیست، دیگر همه چیز از بین رفته و افراد را ناامید می‌کنند و چنانچه باعث شود که آهسته آهسته دچار بحران روحی و روانی شوند و وضعیت را غیر از حالتی که داشته باشند.
و همچنان مسئله دوم و مهم ایجاد رعب و وحشت است. ترس و ترساندن یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزار برای شکست روحی افراد در یک جامعه است. این عمل با بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی، محاصره اقتصادی، تحریم‌های سیاسی صورت می‌گیرد. و امروزه دشمنان اسلام با شیوه‌های غیر انسانی با داشتن امکانات وسیع تبلیغاتی و رسانه‌ای هر روز و شب در صدد جنگ روانی بر علیه کشورهای اسلامی هستند و سعی می‌کنند با بزرگ کردن موارد اختلافی بین مذاهب اسلامی مانند شیعه و سنی، بین قومیت‌ها مانند پشتو، فارسی، ترک و بلوچ و غیره، صف‌های متحد مسلمانان را از هم جدا بکنند و مهمترین ابزاری که در جنگ روانی از آنها استفاده می شود تبلیغات از طریق نشریات است، کتاب‌ها، سخنرانی‌ها و رسانه‌های گروهی هم از داخلی و خارجی است. و هدف تبلیغات دشمن در این جنگ تغییر نگرش و باورهای افراد به سمت خود است. این تمام تلاششانی است که باید الگوسازی، پیشرفت، اقتصاد، همه خوبی ها را باید در زاویه دید اونها دیده شود، نه در زاویه واقعی. بران امیدوار هستم که مطالب ما برای شما مفید واقع شود و توانسته باشیم که در قسمتی از جنگ روانی شما را و همچنان در قسمت جنگ روانی و راه‌های مقابله با جنگ روانی برای شما معلومات کافی داده باشیم و برنامه آگاهی ما جزئی از دانشتان شود. از این که تا این دم ما را همراهی کردین از شما سپاسگزار هستیم. امیدوار هستم که برنامه آگاهی را تعقیب بکنین. برنامه بعدی ما انشاءالله در مورد انواع جنگ‌های روانی خواهد بود و ما کوشش میکنیم که در برنامه بعدی انشاءالله در مورد انواع جنگ‌های روانی صحبت خواهیم کرد. از اینکه تا این دم ما را همراهی کردین از شما سپاسگزار هستیم. شما شنوندگان عزیز میتونید که در مورد موضوعات ما به شماره واتساپ 0705885885 پیام بگذارید و نظریات و سوالات خوش را در مورد موضوع برنامه با ما در جریان قرار بدید. ما انشاءالله تلاش میکنیم در لابلای برنامه بعدی به سوالات شما پاسخ بدهیم. موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. می‌دانیم که به آگاهی اهمیت می‌دهید و درباره دانش فکری و معاصر سوالات زیاد در ذهن دارید. ما برایتان برنامه‌ای تنظیم نموده‌ایم که به کمک آن می‌توانید بسیاری از پاسخ‌های خیش را دریابید. امیدواریم آگاهی بخش جدایی ناپذیر دانشتان باشد. برنامه آگاهی دوشنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر، تکرار آن را پنجشنبه ها ساعت 10 قبل از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید.